آیا هتلر به خاطر توپ فوتبال جنگ را شروع کرد؟ آیا به خاطر یهودیایی که در آلمان بود جنگ کرد؟ سلام، امروز قرار است که در این ویدیو به تمام سوالات و شایعاتی که درباره هتلر هست جواب بدیم. پس خواهشاً اول دکمه سابسکرایب و لایک بزنید که بریم سمت ویدیو. وقتی جنگ جهانی اول در سال 1918 به پایان رسید، آلمان شکست خورده شرایط سخت را تحمل میکرد. هتلر که در او زمان حدود 29 سال سن داشت و به عنوان سرباز در ارتش آلمان خدمت میکرد، بعد از جنگ شرایط آلمان به شدت خراب شد و آلمان را مجبور کرد تا سرزمین‌های را از دست بده، ارتش خود را محدود کنه و خسارت‌های سنگینی بپردازه. این اوضاع خیلی ها را نابود کرده بود و هتلر جزو کسایی بود که از این شرایط به شدت خشمگین بود. در سال 1923 هتلر همراه حزب نازی تلاش کرد کودتایی را به نام کودتای مونیخ راه بندازه، اما موفق نشد و از زندان افتاد. در زندان او کتاب نبرد من را نوشت که در او کتاب درباره ایده های نجات پرستی و گسترش آلمان به عنوان یک ابرقدرت صحبت کرده بود. بعد از آزادی از زندان حزب نازی را دوباره تقویت کرد و با استفاده از تبلیغات و سخنرانی‌های قوی مردم ناامید را جذب خودش کرد. هتلر میفهمید که مردم به کسی نیاز دارند که مشکلاتشون را حل کنه، کسی که به گفته خودشون برایشون امید بسازه. پس اول از همه یهودی‌ها را به عنوان مقصر همه مشکلات نشان داد. گفت که اونا باعث بدبختی آلمانیا شدن و از این استفاده کرد تا نفرت مردم را به طرف خودش جذب کنه. این کار سبب شد که هتلر جایگاه قوی بگیره و بتونه برنامه‌های نظامی خود را به پیش ببره. در سال 1933 هتلر صدر اعظم آلمان شد و به سرعت قدرت را به دست گرفت. او با وعده بازگشت به عظمت گذشته و ایجاد شغل مردم را به سمت خودش کشید. با رسیدن به قدرت هتلر شروع به نقض پیمانهای خود کرد. در سال 1936 با فرستادن نیروها به منطقه راینلند که بر اساس پیمان نباید نظامی میشد، اروپا را به لرزه درآورد. اما قدرت‌های اروپایی هیچ واکنش نشان ندادند که به هتلر اعتماد به نفس بیشتر میداد. سپس در سال 1938 هتلر اتریش را بدون هیچ جنگ به آلمان ملحق کرد، رویدادی که به نام آنشلوس معروف است. سال بعد یعنی 1939 هتلر به چکسلواکی هم دستاندازی کرد. قدرت‌های اروپایی که همچنان امید داشتن از جنگ جلوگیری کنند واکنش خاص نشان ندادند. اما وقتی در همون سال هتلر به لهستان حمله کرد، جنگ جهانی دوم آغاز شد. وقتی هتلر در اول سپتامبر 1939 به لهستان حمله کرد، این اولین جریقه جنگ جهانی دوم بود. روش او در این حمله همون تاکتیک معروف بلیتزکریگ یا حمله برق‌آسا بود. این روش به آلمان کمک میکرد که خیلی سریع و با نیروی تمام به لهستان یورش ببره و این کشور را به سرعت تسخیر کنه. در پی حمله انگلیس و فرانسه به آلمان اعلام جنگ دادند و جنگ جهانی دوم رسما آغاز شد. در سالهای بعد هتلر و نیروهای نازی با سرعت کشورهای مختلف را اشغال کردند. در 1940 آلمان به کشورهای نروژ، دانمارک، بلژیک و هلند حمله کرد و سپس به سمت فرانسه رفت. فرانسه هم نتونست مقابل حملات شدید آلمان مقاومت کنه و به سرعت سقوط کرد. این تسخیرات آلمان را به یک قدرت ترسناک در اروپا تبدیل کرد و بسیاری از کشورهای دیگر دچار وحشت شده بود. اما جاه طلبی های هتلر همچنان پایان نداشت و او باور داشت که باید به شرق هم پیشروی کند و به همین دلیل در سال 1941 به شوروی حمله کرد. این عملیات به نام بارباروسا مشهور شد و به یکی از بزرگترین و خونین‌ترین جنگ‌ها در تاریخ تبدیل شد. اما شوروی‌ها با مقاومت سرسختانه جواب دادند و در زمستان سخت روسیه آلمان‌ها نتونستند پیشرفت کنند و بیش از 100,000 نفر از آلمان‌ها کشته شد. اینجا بود که شکست‌های بزرگ هتلر آغاز شد. در همین زمان امریکا هم به جنگ وارد شد که در دسامبر 1941 ژاپن به پرل هاربر پایگاه نظامی امریکا حمله کرد و امریکا پس از این حمله به آلمان و ژاپن اعلان جنگ داد و به یکی از قدرت‌های اصلی در جنگ تبدیل شد. از اینجا به بعد آلمان مجبور شد که در چندین جبهه مختلف با قدرت‌های بزرگ بجنگه که این کار را برایشان خیلی سخت‌تر کرد. تا سال 1945 آلمان در حال از دست دادن مناطق اشغالی بود. گروه‌های متفقین از غرب به اروپا حمله کردند و شوروی هم از شرق وارد برلین شدند. بالاخره در ماه می 1945 هتلر باخت را پذیرفت و جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسید. وقتی که متفقین انگلیس، امریکا و شوروی از دو سمت به آلمان حمله کردند، آلمان‌ها دیگه توان مقاومت نداشتند و در اوایل 1945 شوروی از شرق وارد برلین شد و آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها از غرب پیشروی کردند. هتلر که شکست را نزدیک می‌دید، به پناهگاه زیرزمینی خودش در برلین پناه برد. در آخرین روزهای جنگ شهر برلین به صحنه از جنگ سنگین بین آلمانی‌ها و نیروهای شوروی تبدیل شد. بالاخره در 30 اپریل 1945 هتلر وقت فهمید که هیچ راهی به پیروزی باقی نمانده، خودش را در پناهگاهش کشت. چند روز بعد در 8 می 1945 آلمان به طور رسمی تسلیم شد و جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسید.
اما پیامدهای جنگ خیلی وحشتناک بود. میلیون ها انسان از نظامی و غیر نظامی جان خود را از دست دادند و کشورهای زیاد ویران شدند. شهرها، زیرساختها و اقتصاد اروپا کامل نابود شد و در سراسر دنیا به خاطر جنگ آسیب‌های زیادی دیدند.